بازگشت به نتیجه ملا یعقوب از بغلان، جبهه مقاومت از شکست سنگین طالبان در اندرابها خبر می‌دهد. مدیران در کانادا، کارمندان در پاکستان، خبرنگاران افغانستان به دلیل به سرنوشتیشان گردهمایی اعتراضی را در پاکستان برپا کردند. افغانستان رو در رو با آفت دیگر. ازبکستان پس از افزایش آمار بیماران کلرا در کشور، کنترل مرزی را افزایش داد. اولین رقابت شش‌روش زیر پرچم طالبان، هشتمین دور مسابقات لیگ کرکت در کابل آغاز شد. و امیدواری بازگشت خان پس از پیروزی در پنجاب. عمران خان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در پاکستان شد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی میگوید که طالبان در یخدان در ری جر منطقه قاسان اندرابها با سنگین‌ترین شکست روبرو شدند. او امروز دوشنبه 27 سرطان در توییترش نگاشته است که در نتیجه این حمله‌های طالبان 17 نفر از قطعات خاص عمری و بدری آنان کشته شدند. او افزوده است که با این شکست سنگین، ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان که رهبری مستقیم این حمله‌ها را در بغلان به دوش داشت، ناامیدانه بغلان را به سوی کابل ترک کرد. سخنگوی جبهه مقاومت علاوه کرده است که در چند روز اخیر در پنجشیر و خوست‌های بغلان نیز تلفات زیاد به طالبان وارد شده است. گفتنی است که طالبان از چند روز به این طرف در اندرابها و خوست ولایت بغلان عملیات گسترده هوایی و زمینی را راه اندازی کردند. شماری از خبرنگاران افغانستانی که پس از تسلط طالبان به پاکستان رفتند، در گردهمایی اعتراضی میگویند که در شرایط خیلی سخت روحی، روانی و بی‌سرنوشتی قرار دارند. آنان از دولت کانادا خواهان رسیدگی به پرونده هایشان هستند. این خبرنگاران که تعدادشان به بیشتر از 350 تن میرسد، در اعتراض به این تصمیم روز یکشنبه 26 سرطان گفتند که جانشان در افغانستان در خطر است و کانادا باید راه مطمئن برای رسیدگی به پرونده های مهاجرتی خبرنگاران بیابد. آنان گفتند ما خبرنگاران افغان که از ترس مرگ به پاکستان پناهنده شده ایم، ماها است که در شرایط خیلی سخت و در بی‌سرنوشتی کامل به سر میبریم. آنان اعتراض دارند که حکومت کانادا هر چه زودتر شرایط انتقال آنان را مساعد سازد. رسانه‌های کانادا به تازگی گزارش دادند که برنامه ویژه مهاجرتی این کشور برای شهروندان افغانستان با پردازش آخرین درخواست از 18,000 درخواست پایان خواهد یافت و روند پذیرش درخواست جدید متوقف شده است. گفتنی است که در پی تسلط طالبان بر افغانستان، صدها خبرنگار و فعال حقوق بشر به پاکستان پناه بردند. خبرگزاری اوزدیلی ازبکستان به نقل از مقام‌های این کشور در گزارش نوشته است که به دلیل افزایش بیماری کلرا در افغانستان، ازبکستان کنترل پزشکی در ایستگاه بازرسی مرزی بین افغانستان و این کشور را افزایش داده است. در همین حال ازبکستان گفته است که در حال حاضر 54 نقطه از جمله گذرگاه هوایی و زمینی قرنطینه بهداشتی در گذرگاه‌های مرزی دولتی با افغانستان وجود دارد. گفته شده است که این ایستگاه بازرسی مرزی مجهز به دوربین‌های مدرن تصویربرداری حرارتی و دماسنج‌های غیر تماسی می باشد. در پی گسترش بیماری کلرا در افغانستان صدها تن مبتلا شدند و تا اکنون از جان باختن بیش از 20 نفر نیز گزارش شده است. این در حال است که از زمان طالبان دوباره در افغانستان قدرت را تصرف کردند، خدمات صحی در این کشور به شدت کاهش یافته است و از سال گذشته به این سو هیچ آمار دقیق از شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از همهگیری کرونا در افغانستان نشر نشده است. هشتمین دور مسابقات کرکت شش‌روش میان 8 تیم در کابل آغاز شد. این مسابقات قرار است تا تاریخ 5 ماه اگست به پایان برسد. در رقابت‌هایی که در ورزشگاه بین‌المللی کرکت کابل برگزار می‌شود، 32 بازی در نظر گرفته شده است. بر اساس اطلاعات کرکت بورد افغانستان، انتظار می‌رود 4 کرکت باز خارجی هم در این رقابت‌ها اشتراک کنند. رقابت‌های لیگ کرکت اشپگیزه در سال 2013 در افغانستان آغاز شد و حتی در سال 2020 با وجود همهگیری ویروس کرونا در جهان برگزار شد و تنها سال گذشته با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این رقابت‌ها لغو شد. در نخستین بازی لیگ کرکت اشپگیزه افغانستان، تیم ایوبی کابل توانست تیم بند امیر را با تفاوت 6 ویکت شکست بدهد. نخست بازی را تیم کرکت بند امیر آغاز کرد و در 19 آور با از دست دادن تمامی بازیکنان 120 دوش هدف قرار داد که تیم مقابل هدف داده شده را با از دست دادن 4 ویکت در آور 15 تکمیل کرد. عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان پس از پیروزی خیره کننده در انتخابات میان دوره‌ای در پنجاب دوباره خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
حزب تحریک انصاف عمران خان توانست 15 کرسی از 20 کرسی این ایالت را به دست آورد. پنجاب مدت‌ها سنگر حمایت از حزب مسلم لیگ شاخه نواز بوده است. نتیجه انتخابات در پنجاب یک ضربه بزرگ برای شهباز شریف نخست وزیر فعلی است که رهبری حزب مسلم لیگ شاخه نو را بر عهده دارد و دولت ائتلافی او در قدرت ملی است. این حزب تنها 4 کرسی را در انتخابات میان دوره‌ای به دست آورد که یکی از آنها به یک نامزد مستقل رسید. پنجاب پرجمعیت‌ترین ایالت پاکستان مدت‌ها سنگر حمایت از حزب مسلم لیگ آقای شریف و برادر بزرگترش نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان بوده است. این نتیجه به عنوان پیشبینی آنچه ممکن است در انتخابات عمومی اکتبر 2023 رخ دهد تلقی می شود. آقای خان در ماه اپریل با رأی عدم اعتماد مجلس از سمت نخست وزیری برکنار شد.